دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. با تقدیر خود راضی می شویم و می دانیم که ما و شما در گنهای خود نوشتجات هایی داریم که آنها را با واسطه پدر و مادرمان در پشت و رحم پدر و مادرمان ما و شما می دانیم که از بابا کلانامون، بیبی کلانامون آمده است و همین طور امروز ما این ظهورات را می بینیم. ما هستیم. همین ظهوراتی که ما هستیم و ما زنده ایم و ما حیات را میبریم و ما روش حیات را داریم، همین را جدی میگیریم. وقتی که آدم زندگی را جدی گرفت، حیات را جدی گرفت، آن وقت او وقتی خود را بهوده صرف نمی کند. زندگی خود را مقصد ناک می کند. از دست و زبانش مردم فایده می بینند و معنای زندگیش این نیکی کردن، ثواب خود را زیاد کردن و البته از خطاهایش دور بودن می شود. پس داده شوید به آن حالتی که شما را فرا می گیرد و ما و شما پناه می طلبیم به سوی قوه نیکی و به نام شعور کیهان سر می کنیم که نهایت مهربان و بغایت رحمدل است. البته خداوند نامهای زیاد دارد. شعور کیهان این نام علمی خداوند است که علم بشر امروز میداند که اگر در معینه سر ما که اگر عالمان امروز بکوبند نمیابند هوش را، هرچند که میدانند که انا همین هوش هست با واسطه ایگ، با واسطه دیگر تکنولوژی حاضر زمان، ولی آن را قپیده تحلیل کردن، تحقیقات بردن نمیتوانند، چون که این هوش ما و شما از عالمی اون طرف تاریکی است، از انتی ماتریا دورتر است. حتی اگر ما خفه نشویم، ولی یک حسیات درد، حسیات خرسندی، حسیات زیقی، حسیات ترس، حسیات دلیری را ما نمیتوانیم که در یک انسان کم و زیاد کنیم یا که آن را با وجود بیاریم تا که ما به مکانیزم هایی که شعور کیهان ساخته است به آنها تاثیر نکنیم. یعنی علم حاضر زمان نمیداند که درد چیست. این چیز را استحصال کردن نمیتواند. این را حاصل کردن نمیتواند. این از عالم روح است. از عالم ماتریایی هست که آن از دایره عقل انسان بیرون است. ولی معنا ندارد این که انسان آموزش نکند، تحلیل نبرد، تحقیقات نکند و یکی از وظیفه های جانی انسان این آموزش است، این تحلیل است، این فهمیدن است، درک کردن است و سیستم آفریده خداوند را کافته یافتن است، کشف کردن است. از داده شوید به آن حالتی که شما را فرا میگیرد و ما و شما میدانیم همین طوری که ما و شما هوش داریم، همین طور این کیهان بیکنار هوش خود را، شعور خود را دارد.
یالا شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت اصالت آرامی، حالت اصالت مخصوصی مینه سر. وجود خود را سردید، بدن خود را سردید و میدانید و آگاه باشید وقتی که انسان با یک نیتی میشیند همون چیز میشود، چون که تمام هستی او، تمام حجره های معنی سر او به همون نیت میروند. به نیت شفا، به نیت کامل شدن، به نیتی که روز تا روز چیزهای نو رو فهمیدن و آرام شوید و در بین معنی سر باشید. آرامی هوشتون رو در بین معنی سر گیرید. فکرها میگذرند از پیش نظر و در سر خالگی فارمی پیدا می شود. میگذرند از پیش نظر ابراز و تصویرها، واقع و حادثه هایی که با شما شده بودند. وقتی آنها میگذرند شما آنها را فراموش میکنید و همه حسیات هایی که در بدن شما تا حال بودند، گوناگون حسیات ها بدن خود را میکردید و بسیار این حسیات های ما و شما دروغین هستند، پسیودا. آنها را فراموش سازید. اینا از حساب انگیزه یافتن مرکزی حسیاتی قشر معنی سر می شود، چون این مرکزها، این حجره های جوابگو به حسیات آرام می شوند. آن وقت آدم آرام می شود. دم گیرید، هم تن شما و همراه شما. بدن خود را به حال خود میگذاریم. آهسته آهسته بدن فراموش می شود. داروهای بهیس کننده، بی درد کننده در بدن حاصل می شوند. با خون گردش خورده تمام ناراحتی های بدن را برطرف می کنند و حجره هایی که پیش خواب بودند کار نمی کردند با کار شروع می کنند. ما از آن که بدن خود را آرام کردیم، هر بار نفس میگیریم سبک شدن میگیرد. همه سیاهی وزمینی به طرف زمین مانند آهن روا جویده شده، نور نوی روشن کننده از دل آفتاب به وجود ما میآید. ما درون خود را روشن حس میکنیم. حتی بیگاه هم شود ما این روشنی را حس میکنیم. که پیش ناراحت میشدیم هنگام بیگاه بودن، امروز میدانیم که ما ناراحت نمیشویم. دل روشن، وقت خوش، عصبا آرام. چقدر خوبانه است و آزاد نشسته. دنیا زیبا و رنگین است، مردم مهربان است، زندگی آسان است. چقدر خوب و نغز نشسته، آزاد و آرام، آسوده و دم گرفته. ما عالم روح میپیوندیم، بدن خود به حال خود میگذاریم. چیزی مهمی که از این پیش نظر است.
در اینجا چشمان ما و شما پوشیده هستند. البته چشم دل بیدار است. اولین چیزی که میخواهید بسازید این یک رنگ عادی کبود است. رنگ عادی کبود را پیش نظر بیارید. کبودی آرامی است. ما آرام‌تر شدیم. قوت بدن درست استفاده برده می شود. اکنون رنگ سبز را میاریم. رنگ کبود را ما در یک قطار میمانیم، در بر او رنگ سبز را میگذاریم. در بر رنگ سبز ما رنگ سرخ را میمانیم. این سه رنگ بدن ما میگذارم. در جایی که سستی داریم ما رنگ سرخ میمانیم. در جایی که ما آرامی میخواهیم رنگ کبود را مرهم میکنیم. مثلا دل ناآرام را رنگ کبود بار کنیم. عصب ناآرام را رنگ کبود بار کنیم. اگر یگان جراحتی ها، یگان گزک و اسپلینی ها باشد، شما رنگ سبز را بار کنید. پیش میگفتند که یک چیزی خشک و خالی است. ولی امروز تحقیقات های علمی آخران زمان نشان دادند که در حقیقت در حالت مشق‌های روانی و پیش نظر دگرگونی های کیمیایی، بیوشیمیایی و حاصل شوی داروهای بیوشیمیایی در بدن زیاد می شده است. آنها سبب برطرف شدن این یا آن مشکلات ها می شدند. خود بدن انسان مجموعه رنگ ها است. یک طوری عصب انسان کار تیز می کند، یک طوری عصب انسان کار سست، سیمپاتیکا و پاراسیمپاتیکا. سیمپاتیکا سرخ است، پاراسیمپاتیکا کبود. شما سرخی سیمپاتیکا را پست کنید. اگر ناآرامید، اگر سست و ضعیفید، شما رنگ کبود رو در پاراسیمپاتیکا زیاد کنید. این مانند آن است که ریاستتی را شما بلند و پست میکنید. یا آرامی ما، یا حالت ما از بیرون قوه را و بدن ما وارد می سازد. ما چنان حالت عجیبی را گرفته ایم که شمال روحی، شمال مگنیتی از ما می گذرد. ما محلولیم در کیان. در پیشون عقل خود را حس میکنید. عقل دایم به ما و شما مصلحت های خوب میدهد. دیگر ما را گرنگ و دودیله نمیکند. اگر نفهمیدید از ما میپرسید. پشت سر پیش نظر است این تلویزوری درون سر ما است. اکنون هر گونه چیزهایی که میخواست پیش نشان دهد دیگر نشان نمیدهد. آن چیزی شما میخواهید، آن چیزی که برای شما مهم است. صحتی خود را، بخت خود را میبینید.
و البته ما حس خود را به حلاوت مبدل میکنیم. ما از سکوت کنی حلاوت میگیریم، از غذاخوری، از خواب رفتن، از صحبت با نزدیکان، از آن که دنیا را میبینیم، از آن که مردمان را میبینیم و ما در آنها مهربانی میبینیم، از آن که ما شکرگزار و منتدار هستیم از خدا که به ما وطن اینجا امن داده است و ما در تاجیکستان زندگی میکنیم. در این دور و زمان منتدار باشیم از خداوند. و جان خود را سردید، هستی خود را فراموش کنید. ما شما محلال هستیم، وحدت داریم، ولی یک هوشی در درونمون داریم که ما رو میشنود، سخنان ما را گوش میکند و هیچ وقت خطا نمیکند در انتخاب آن که شما کدام راه را در زندگی میگیرید. گوش کنید سخنان ما و بیابید راه خود را و این بهترین است برای شما که از زندگی چیزی بگیرید، سالم باشید، به مقصداتون برسید، در آبادی وطنتان سهم داشته باشید و عائله خوب و نقص خود را نگاه بین کنید. یکی از نام‌های زیبای خدا را، اسماء الحسنا را تکرار کنید. شما می توانید که کلمه های بزرگ رو هم در زبان دل تکرار کنید. مندرجه کلمه‌ای که تکرار میکنید بفهمید و جان آن کلمه را حس کنید، احسان کنید. اگر شما مهر را میخواهید، مهر را حس میکنید، بخشش را حس میکنید، میتوانید ببخشید. علم را، صحتی را، خوشبختی را، جدی باشید. دل سنگ شما آب می شود، فکرهای شما مهد می شود. مهر، محبت، باوری، امید دل شما را فرا می گیرد. و ایقای عضوهای شما را درست و صحت می کند. وقتی شما را خوش، دل شما را خرسند، خواب شبی نغز شما که بیگاه هم شود همان از صحت و سالم خرسنده. شب با حال عجیب خواب طبابتی می درآیید. خوابهایی می بینید که به شما خبر خوش می آید. هر سحر می خیزید دم گرفته و روشن، خرسند، بدن سبک، دل آرام، بی درد. هر بیگاه بعد شام سکوت می کنید و می سکوتد و حس می کنید و می فهمید. پیش نظر بیاردن چی که می خواهید. در این حالت بدن خود را نجنبانید که اگر جنبانید شما به حال می شوید. آنچه که در آخر اینقدر
دقیقا ما کوشش میکنیم که درایدان رو به دست آوردن مشکل میشود. و دعا کنید، از دل گذرانید، یعنی وربالیزاسیون. ما شما لباس روحی در بر کردیم که از چشم بد و وسوسه، آفت و بلا و سحر جادو ایمینیم. روز و صحت، بردم و قوت، دنیا زیبا رنگین، مردم مهربان، زندگی آسان، دعا مستجاب، خدا نزدیک. مردم و وصیت افساری می دعوت می کن. مردم میگویند که شما دیگران شده، شما خودتان حس می کنید که روز تا روز بهتر، خوبتر و نقصترید. آنچه که پیش شما را ناراحت می کردن در نظرتان آن چیز، یقینتان زیاد، باوری، نوترس، دلیل. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. و این روحیه دنیای زیبا و رنگین، مردم مهربان، زندگی آسان، دیدن صحتی، نیکی کردن، صبر و طاقت داشتن، انتخاب راه خود کردن، چشمان خود را آهسته آهسته می گشایید. روح شما روح شماست و روح ما روح